بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس هفتم انشاءالله ما و شما رکن اول ایمان میخوانیم که رکن اول ایمان چی هست؟ که ما به وجود الله سبحانه و تعالی و به یگانگی الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشیم. در درس قبلی ما و شما خوانیم که ارکان ایمان 6 است. رکن اول چی است؟ آمنت بالله هست. اینالی آمنت بالله که است شامل ازی میشه که انسان مسلمان اول به وجود الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشه و دوم به وحدانیت الله سبحانه و تعالی ایمان داشته باشه. و اگر کسی از وجود الله انکار میکنه هم کافر گفته میشه، و کسی اگر به وجود الله ایمان داشته باشه لکن به وحدانیتش ایمان نداشته باشه این هم مسلمان و مؤمن گفته نمیشه. پس الله متعال برای ما و شما حواس پنجگانه را داده. الله متعال نعمتهای زیاده برای ما و شما داده. اول نعمت حس است که الله متعال برای ما و شما داده، چشم داده، حواس پنجگانه. دومین نعمت الله سبحانه و تعالی نعمت عقل است. الله متعال برای ما و شما قلب سلیم و عقل سالم داده هست که با این عقل خود حقیقت ها را درک میکنیم. سومین نعمت الله متعال علم است که الله متعال برای ما و شما علم داده هست. دیگه از نعمت های بزرگتر از این نعمت ها که برای ما و شما داده است، نعمت های بزرگ دیگهش یعنی نعمت چی هست؟ نعمت وحی است که الله متعال وحی جلی که قرآن عظیم و شان است و وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. دیگه از نعمت های الله چی هست؟ پیغمبرها هستند. اینا کلشان نعمت های الله هست و یکی از نعمت های بزرگ الله فطرت سالم و صحیح انسانی هست. اینا یک انسان مسلمان مؤمن وقتی که به حق میخواه برسه از تمام از این نعمت ها به شکل مثبت استفاده میکنه و این نعمت ها هست که در هر نعمت از این دلایل وجود الله سبحانه و تعالی هست. اول دلایل حسی است که ما توسط حواس خود این دلایل درک میکنیم. مثلا سعدی رحمه الله میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. این مثلا وقتی که میگه یعنی میگه اگر شما یک برگ درخت بگیرین و هر برگ از این درخت که شما مطالعه بکنین، سهل بکنین که چه قسم ضرورت به اکسیژن داره، ضرورت به مثلا آب داره، ضرورت های دیگه داره. اینمی برگ ببینین که در درخت به میلیون ها برگ است. این هر کدام از اینا زندگی دارن، این هر کدام از اینا بالاخره مرگ دارن، خشک میشن. اینال در هر برگ درخت وقتی شما سیل کنین تارایی که است همین قسم ما و شما رگ ها داریم، اونا هم رگ دارن و حتی ساینسدانا میگن، علمای زراعت، که درخت هم یک مخلوق چی هست؟ زنده هست. منتها فرقش با ما و شما است که ما و شما از درد خود شکایت کرده میتونیم و حرکت میکنیم و او درخت و او نبات حرکت کرده نمیتونه و بیچاره زبان نداره که گپ بزنه، اگر مثل ما و شما رو واره حس و همه چیز داره. پس امی هر موجودی که در جهان هست این کل از اینا دلیل هستن به وجود خالق متعال. هر ورقی که شما سال میگن، هر نبات، هر پرنده، هر انسان، هر کو، زمین، سیارات، اینا کلش دلیل هستن به چی؟ به وجود خالق متعال. و الله متعال در قرآن عظیم شان هم برای ما و شما میگه که خطاب میکنه مثلا انسان ها را، بشریت میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. چرا این انسان ها به طرف ساختمان فیزیکی، آناتومی و فیزیولوژی شتر سیل نمیکنن؟ کیف خلقت که چه قسم خلق شدن؟ کسایی که در مورد شتر تحقیق کردن میگن سبحان الله در وجود شتر که ساختمان ازی را سیل کنی، حتی امی چشمای ازی و گوشهای ازی و سپل ازی و کوهانی که در پشت سر ازی و این کل ساختمان ازی و این آماده مثلا حرکتی را سفینه تو صحرا میگن که در کو مثل در صحرا مثل کشتی در حرکت است. یعنی دیگه حیوانات دو صحرا رفتن نمیتونن، پایشان بند میشن، ولی این بسیار به راحت میره و مردم. الله متعال میگه شما به طرف حیوانات، این شتر یک مثالش است که
مثال گفته شده است. لکن به هر حیوانی که ما و شما سیل کنیم، هر حیوانی که ما و شما سیل میکنیم، این چی است؟ هر انسان را سیل میکنیم، هر پرنده را سیل میکنیم، هر زنده جان وقتی که ما و شما سیل میکنیم، این کل از اینا دلیل است به قدرت الله. الله متعال میگه فلا ینظرون، اینجا نظر چشم است. میگه چرا شما نظر نمیکنین، نمیبینین الی الابل، به طرف شتر کیف خلقت، و الی السماء، به طرف آسمان ببینین کیف رفعت، چه قسم بلند شده. ما و شما ببینین عالی فضا هست که ما و شما ببینیم، تا آسمان خود آسمان همو سقف آسمان دیده نمیتونیم، مثلا آسمان اول دیده نمیتونیم، آسمان دوم است، سوم است، چهارم، پنجم، ششم، ما فوق از او عرش است و لوح و قلم، ما و شما دیده نمیتونیم. سبحان الله. الله متعال میگه به طرف بالا سیل بکنین، کیف ای آسمان اول که اینجا است کیف بلند شده. و الی الجبال کیف رفعت، شما به طرف کوه ها سیل کنین که چه قسم نصبت اینا نصب شده. در آیت دیگه قرآن میگه که والجبال اوتادا، همین کوه ها مثل میخ ها در زمین هستند. یک وقت ما اجاز علمی قرآن میخواندیم، در اجاز علمی قرآن علمای زمین شناسی میگفتن که کوه به می اندازه که بلند است، به می اندازه که ما و شما میبینیم، به می اندازه دیگه در زمین مثل میخ واره همتون نصب است. الله متعال میگه و الی الجبال کیف نصبت، کوه ها را سعی کنین چه قسم نصب شده. ما و شما در عصر تکنولوژی هستیم و کلش علمای ساینس و تکنولوژی یک بر ما و شما وقتی که در اینترنت مراجعه کنیم و ببینیم که کوه ها چه قسم در زمین مثل میخ ها میخ شده اند. و الی الارض کیف سطحت، شما از زمین سیل کنین که چه قسم این سطح بر شما شده هست که مثلا ما و شما حرکت میکنیم هیچ راحت هستیم. فذکر انما انت مذکر، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که پس ایره برای مردم بیاموزان، یاد بتین، انما یقینا که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو به یاد دهنده و تذکره کننده و مبلغ هستی، بر از اینا متوجهشان بساز. در آیت دیگر الله متعال میگه افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. مثلا الله متعال به آسمان ها میگه شما نظر بکنین. و دیگه بسیار آیات قرآن است که حکم تکوینی الله را در کائنات نشان میده. این حکم چی میگن؟ تکوینی، یعنی که الله متعال حکمش در زمین، در آسمان، در آفتاب، در مهتاب، در ستاره ها، در زمین، در تمام مخلوقات که است، حکم الله سبحانه و تعالی بالای از اینا چی است؟ تطبیق میشه در آخرت و بالای ملائکه و بالای جنها. این است اگر انسان درباره هر مخلوق سیل میکنه، بالاخره این سبب چی میشه؟ سبب میشه که انسان مسلمان شود. یک دانشمند از چکسلواکیا بود، ایره وقت پرسان کردن، گفتن که شما چطور مسلمان شدین؟ گفت 30 سال من در جمهوری چک، اول چکسلواکیا بود، بازی تقسیم شده به نام جمهوری چک و جمهوری سلواک علیحده شده است. بازی میگه که من چندین سال در جمهوری چک، میگه کدام 30 سال وقت اتحاد شوروی بود. میگه من حیث یک انسان بی باور چی کردم؟ زندگی میکردم که در مکتب و در پوانتون و در دانشگاه و در یونیورسیتی و در صنف و در هر جای و استادای ما مردمایی بودن، کلشان اینا کافر بودن و به وجود الله باور نداشتن. لکن میگه من یک خوبی داشتم و چی بود؟ او ساینس بود. میگه این ساینس سبب شد که من تحقیق بیشتر بکنم. وقتی که دانش ساینسی من میگه بیشتر شد، وقتی من به سیارات سعی کردم، به طرف کهکشان ها نظر کردم، این سیستم دیدم، باز وجود انسان دیدم، این حیوانات، این کل زیر میگه وقتی که من از دیدگاه ساینسی مطالعه کردم، در حالی که من کدام عالم روبرو نشده بودم، میگه برای من امی علم ساینس که به طرف از اینا نظر کردم سبب شد که من باور داشته باشم به وجود خالقی که وجود داره. میگه من ایمان آوردم پیش خود که خالقی وجود داره. کسی اگر بگه که نه یا تصادفی است، این کلش غلط است. مثلا یک نفر مرا بگه که والا این موبایل که شما دارین استفاده میکنین این تصادف است، من خویی که کل چیزش تصادف است. بله، این واتساپ تصادف است، این مثلا تلگرام تصادف است، این اینستاگرام تصادف است، این برنامه‌های ازی تصادف است. اگر کس بگوید والا مرا به اما عقلش خنده میگیره که چقدر بی عقل انسان است، کجا ازی تصادف است، از این چقدر کار شده، زحمت کشی شده. بنابراین وقتی انسان سر یک موبایل قبول نمیکنه که تصادف باشه، این آسمان و این زمین و این سیارات و این کهکشان ها و این سیستمی که دارن
کدام از اینا، هیچ کدام از اینا تصادف نیستن. پس به این شکل این دانشمند بگه که من کل زیر وقتی که دیدم این گپایی که برای ما در صنف گفته میشد و بعضی از بیدینا و ملحدین میگفتن، کل گپای از اینا سر من تاثیر نکرد و بالاخره میگه من باور کردم که خالق وجود داره. سپس میگه من سهل کردم که سبحان الله آفتاب دیدم که آفتاب چقدر قوی هست و انسان چقدر ضعیف است. اگر این نور آفتاب آمد و کلش به وجود از این انسان به انسان در میده. پس میگه من گفتم که سعی کنین یک نوع تناسب از بین آفتاب و بین وجود من که انسان هستم. پس معلوم میشه که او خالقی که من باور دارم که مرا خلق کرده همون خالق است که آفتاب هم خلق کرده. پس اردوش ذات یگانه هست. چرا اگر خالق آفتاب دیگه خالق می بود و خالق من دیگه می بود، پس در این صورت سبب می شد که من او می گفت که من آفتاب خودم تو چالان میکنم دیگه. این که من تو خالق دیگه که مرا خلق کرده بودم تو خودت مخلوقت جور کردی به من چی که در گرفت. بنابراین من زندگی کرده نمیتونم. این حال آفتاب هست، وجود من از این آفتاب استفاده میکنه ولی این آفتاب برای وجود من ضرر نمیرسانه، یعنی مرا کاملا حریق نمیکنه، مرا در نمیده. پس این دلیل شد که خالق آفتاب و خالق وجود ما یک است. خب مثلا آمدیم به میوه‌جات، میگه میوه‌جات اگه سهل میکنیم یک درخت بسیار بزرگ است، خارها داره و چیزا داره، لکن سعی کنین برگای از این درخت سعی کنین در بین از یک میوه است. وقتی میوه از من میخورم، این میوه از با معده من کاملا سازش داره. خب اگر خالق درخت دیگه ذات می بود و خالق من دیگه ذات می بود، پسی به این معنا بود که او خالقی که میوه را خلق کرده بود میگفت مرا به مخلوق تو چی؟ انسان مخلوق تو هست، به من غرض نیست، میوه که من جور میکنم او تو میوه میساخت که اصلا من خورده نمیتونستم. پس وقتی که میده من با این میوه تناسب داره، مناسبت داره، این میگه برای من از نگاه ساینسی میگه من اینو کشف کردم که خالق ما و خالق آفتاب و خالق میوه و خالق آبی که می نوشم که با معده من سازش داره و دیگه این اکسیژنی که در اینجا هست، زمینی که من در زندگی میکنم، فضایی که من در زندگی میکنم. پس ما فهمیدیم که خالق همه خالق یگانه هست. میگه من از طریق ساینس و از طریق ای که مثلا علم ساینس وقتی که من به طرف کائنات و مخلوقات سعی کردم، گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. چه وقت محمد رسول الله بگویم؟ میگه این محمد رسول الله پیش من مان آل مخ دیگه نگفتیم. آل ما در جستجو شدم که ببینم که همین کسایی که ایمان ادعا میکنه و وجود خالق ادعا میکنه، بین این کتابای از اینا رو هم ما بخوانم. میگه رفتم کتاب تورات خوانم. وقتی تورات خوانم دیدم که در تورات چیزای میگه که جالب بود برای من، اما مشکلی بود که مثلا در تورات مثلا گپایی زده میشه که مثلا یهود که از ملت برگزیده هست، they are chosen people، اینا مردم برگزیده هستن، یعنی دیگه مردم ها که هستن مثلا ارزش ندارن یا چطور ندارن. میگه من گفتم که نه، او خالقی که یا کائنات و زمین و آسمان خلق کرده نمیتونه این قسم تعصب بکنه که تنها برای یک مخلوق یک برتریت بده و برای مخلوق دیگه که مثلا ما را خودش مثلا در دیگه جای خلق کرده با زور برتریت بده. نه، ما فهمیدیم که در این کتاب تحریفات شده و تغییرات شده و ایو خالقی که ما به او ایمان آوردیم ایو قسمی نیست. پس ما او را چیز کردم. خب میگه بالاخره آمدم به طرف انجیل وقتی که خوانده رفتم سعی میکنم انجیل هم در اول خوشم میامد، اما وقتی سعی میکنم یک صفحهش یک چیز میگه، صفحه دیگهش دیگه چیز میگه. کاملا این تکر است. یک صفحهش خالق متعال بسیار با عظمت و قوی معرفی میکنن، در صفحه دیگهش که میگه که خالق بچه داره و باز بچه ازی کشته میشه و باز بچه ازی مثلا در دار ویزان میشه و باز جیسس هست و جیسس کرایست هست و بازی در کرایست در صلیب ایتنا. گفتی هم مرا قناعت داده نتانست و ما گفتم نه، این کتاب هم نمیتونه از ذات با عظمت بر ما بیان بکنه که ما به وی ایمان آوردیم. از او خاطر گفتم که نه، این هم کتاب هست، کتاب است که انسان ها نوشته کردن نسبت دادن به خالق متعال. خب میگه بالاخره میگه به کتاب مسلمان ها، میگه چون در بین ما بسیار تبلیغات زیاد بود، این بود که قرآن هم محمد صلی الله علیه و سلم نوشته کرده. میگه من به می فکر آمدم که باش اینا بخوانم که امین محمد چی نوشته کرده. خب میگه خواندم یک وقت میگه سه قرآن که خلاص کردم برای خانمم گفتم که والله محمد خب بسیار
فامیده و بسیار هوشیار و بسیار زیرک بودن. این چیزهایی که دیگه کاملا بسیار، اما تا با عقل و با ساینس و با تکنولوژی و با فهم و با کل چیز برابر است. خب با وجود این میگم من خواندم میرفتم یک وقت سعی میکنم که ذات دیگه هست که برای محمد خطاب میکنه. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب قل هو الله احد. ای محمد بگو برای این مردم که او ذاتی که خالق آسمان ها و زمین هست او ذات یگانه هست. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. میگه وقتی که دیدم پس من دیدم که اوه این کتاب خو محمد صلی الله علیه و سلم نوشته نکردن، چرا هیچ کسی که چیز نوشته نمیکنه که پس برای خود خطاب بکنه. پس معلوم میشه که کلام ذات خالق متعال است و محمد صلی الله علیه و سلم کشف کردم که پیغمبر است، برای این خطاب میشه که تو به مردم تو بگو، برای مردم این قسم بگو. و یسالونک از توی سوال میکنن، از توی جوابش این قسم بگو، جواب از این قسم بگو، الله را این قسم برشان معرفی کو، خدا برشان این قسم معرفی بگو. بالاخره میگه من گفتم که او محمد خو رسول هست. میگه من 1 سال پیش گفته بودم که لا اله الا الله، 1 سال بعد چی کردم؟ گفتم که محمد رسول الله هست. وقتی مردم از پیش من پرسان کردن که تو چطوری مسلمان شدی، من کلمه خواندم، من گفتم دیگه راه نداشتم. خب من الله را وجودش و وحدانیتش از دیدگاه ساینس و تکنولوژی پیدا کردم و وقتی که کل کتاب ها را خواندم دیدم که کتابی که واقعا آنچه که در کائنات هست، پس این کتاب چی است؟ این لابراتوار بزرگ، این توسط قرآن عظیم شان که خالق از این کائنات است. این قرآن بنابراین قرآن با تکنولوژی و با ساینس و با حقیقت های علمی با کل از این سازش داشت و ما دیگر راه نداشتم که بغیر از قرآن به کتاب دیگه ایمان بیارم. از همین خاطر میگم من گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. الله سبحانه و تعالی چی میگه در قرآن؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الله متعال میگه ما آیات خود در آفاق، در افقها و در کهکشانها و در این مخلوقات و فی انفسهم و در آناتومی و فیزیولوژی وجود خودشان دلایل قدرت خدا بر ازشان نشان میدیم حتی تا ای که برشان معلوم شود یتبین لهم انه الحق، کی حق است. پس الله متعال از این خاطر الله متعال ما و شما را چی کرده؟ ما و شما را میگه به دلایل چی است که ما و شما باید به تمام از این مخلوقات تفکر و چی کنیم؟ به طرف از یا نظر بکنیم. دومین دلیل عقلی هست. الله متعال برای ما و شما عقل داده است. یکی از علما چی میگه؟ میگه جمیع ما یحیط بالانسان و یصل الیه بنظره و فکره من مخلوقات الله. میگه تمام آنچه که به نظر و فکر انسان میرسه از مخلوقات الله که السماء مثل آسمان و الارض و زمین و شجر و درخت و الجبال و کوها و الدواب و جنبندها و البحار و بحرها و الانسان انسان ففي كل ذلك آيات باهرات واضحات على ربوبية الله تعالى. دا کل ازی میگه دلیل است به چی؟ به ربوبیت الله که الله سبحانه و تعالی رب العالمین هست. از این خاطر است که آیات قرآن عظیم شان ما و شما را به چی دعوت میکنن؟ میگه تفکر بکنین، تدبر بکنین، تعقل بکنین، از عقلتان کار بگیرین، از فکرتان کار بگیرین و درباره از این کار بگیرین. الله متعال در آیات قرآن چی میگه؟ ان فی خلق السماوات والارض، یقینا سعی کنین در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف مثلا شب و روز که شب میشه و روز میشه و الفلک التي تجری فی البحر، این کشتی های بزرگ که در بحر حرکت میکنه بما ینفع الناس که به مردم منفعت میرسانه و ما انزل الله من السماء من ماء و آنچه که الله از بالا نازل میکنه از آب فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرده را زنده میکنه بعد از مردنش، زمینی که خشک شده و تکه شده دوباره با یابی که از آسمان نازل میشه یک دوباره زنده میشه. و بث فیها من کل دابه، و در این نشر کرده از هر قسم جنبیده ها و تصریف الریاح و برگردانیدن بادها و السحاب المسخر بین السماء والارض، و این ابرهایی که مسخر هستند تسلیم هستند در بین آسمان و زمین، اینا را الله مسخر کرده
لآیات، در کل از دلایل هست با وجود و وحدانیت الله. با کی؟ لقوم یعقلون، برای مردمانی که از عقل خود کار میگیرن. و کسایی که از عقل خود کار میگیرن و به طرف از این مخلوقات سیل میکنن و تعصب نمیکنن و تکبر نمیکنن و خود در جهل نمیپردن و از دل خود مثلا فلسفه جویی نمیکنن، بناء الله متعال میگه کل دلیل است، آیات هست، دلایل هست بر از اینا به وجود و وحدانیت الله سبحانه و تعالی. سومی دلیل که از معجزات پیغمبران است. شما وقتی که میخوانید که پیغمبران زیاد آمده و هر پیغمبر معجزه داشته است، علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که و هذه الطریق و امیر رای که راه معجزه ها هست، من اقوى الطرق و اصحها و ادلها على الصانع و صفاته و افعاله. این میگه بهتر چی هستن؟ صحیح ترین و مستدل ترین دلیل است به چی؟ به صانع خالقی که است و به صفاتش و افعالش. برای مردم معجزه های زیادی نشان داده شد که پیغمبران میامدن این معجزات چی کردن؟ اینا این معجزات میدیدن. و این علامه ابن قیم میگه در بین از این معجزات دلایل حسی و دلایل عقلی و دلایل ضروری بود که کل از این حیات بینات گفته میشن. پس این معجزه ها که بود، آخرین معجزه کدام معجزه است؟ معجزه امت، معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تا روز قیامت است. همین قرآن عظیم شان است. وقتی که انسان قرآن عظیم شان بدون تکبر و بدون تعصب و بدون جهل این قرآن وقتی که میخوانه، شما ببینید که روزانه امریکایی ها، اروپایی ها، شرقی ها، غربی ها، حتی یهودی ها که سل کنین مسلمان میشن و وقتی که سل میکنن ببینن سبحان الله در قرآن عظیم شان چی دلایل قوت هست. پس معجزات پیغمبرها هم دلیل هستن، هر کدامش به وجود الله متعال. دلیل چهارم آیات قرآن عظیم شان است. شما وقتی که آیات قرآن عظیم شان، خود هر آیت قرآن که است یک معجزه هست. هر آیت قرآن وقتی که درباره از اینا شما فکر بکنین معجزه از معجزات الله سبحانه و تعالی است، چون قرآن کلش کلام معجزه هست. بنابراین هر آیت قرآن، حتی کلمات قرآن، وقتی که متخصصین میان در کلمات قرآن چی میکنن؟ در کلمات قرآن تحقیق میکنن. در یک کلمه قرآن سبب مسلمان شدن از این. یک نفر قانوندار بسیار بزرگ است، اینو گفتن چی طور مسلمان ساخت؟ گفت من هر قانون را که خواندم دیدم که به نفع یک کس است. قانون امریکا به نفع امریکاست، قانون اروپا به نفع اروپایی هاست، قانون افریقا برای افریقایی هاست، قانون روس به نفع روس هاست، قانون مردها به نفع مرد هاست، قانون زن به نفع زن ها. لکن یگانه قانونی که در اونجا منفعت کل مخلوقات الله هست، او را که خانم از کجا؟ الحمدلله رب العالمین. گفتم مجرده که کلمه رب العالمین خواندم، میگه ما فهمیدم که این کلام ذات با عظمتی هست که تمام مخلوقات این ربش هست. یعنی ببینید یک کلمه قرآن یک نفر مسلمان میسازه. یعنی شما بسیاری وقت همین کسایی را که شما ببینید که اینا مسلمان شدن، اینا ببینید که میگن که والا من قرآن خواندم، فلانی آیت قرآن، فلانی آیت قرآن. هر کسی را، یعنی قرآن عظیم شان مثل یک بحر بسیار بزرگ است. از این بحر هر کس به اندازه ظرفیت خود استفاده میکنه. اگر ظرفیت انسان کوچک باشه، اما ظرفش مثلا از چی میره، مثلا یک نفر یک گلاسک داره، از اون بحر یک گلاس آب بگیره، اما یک کسی دیگه یک تانکر آب داره، میره از مکمل تانکر خود از این بحر استفاده میکنه. لکن بحر برای هر کدامش میرسونه. قرآن عظیم شان اگر یک کسی از نگاه انجینیری مطالعه میکنه، یک کسی از نگاه ساینسی، بیولوژی، کیمیا، فیزیک، اگر از نگاه علوم دیگه ایره تحقیق میکنن، ببینه هر کدامشون سل که، لکن به شرطی که در اینجا چی باشن؟ تعصب و تکبر و خودخواهی و ایگپا نباشن. اما یک نفری متعصب و متکبر است که تزو گپ نمیزنیم. از شیطان که است مثلا تکبر داشت، تعصب داشت، غرور داشت، با وجود از اینکه شیطان مثلا ملائکه را همه چیزا را میدید، کلش به چشم خود میدید، لکن با وجود از این چی کرد؟ ای کافر شد. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که ابا و استکبر و کان من الکافرین. لکن کسایی که تحقیق میکنن به خاطر رسیدن به حق،
قرآن عظیم شان بزرگترین معجزه است. الله متعال میگه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این دلایل بسیار معلومدار است در سینه های کدام اشخاص؟ کسایی که برشان علم داده شده است. و ما یجحد بآیاتنا، و الله متعال میگه دلایل وجود و وحدانیت ما را انکار نمیکنه الا الظالمون، مگر انسان هایی که ظالم هستند، متکبر هستند. امام مسلم رضی الله عنه رحمه الله روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من الانبیاء من نبی إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اینجا دیگه بر رسول الله صلی الله علیه و برای ما وحی داده شده هست، یعنی قرآن عظیم الشان داده شده هست. دیگه ما امیدوار هستم که چی است؟ امیدوار هستم که پیروای ما در روز قیامت از کل پیغمبران کده بیشتر باشه، چون اکثر معجزات دیگه پیغمبران که از چی هست؟ مادی هست. اما معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب هست، کتاب است، دانش علمی هست. متوجه هستین؟ و تا روز قیامت این کتاب حفظ میشن. یکی از علمای اسلام چی میگه؟ فإن كل انسان يستطيع ان يجد في القرآن الدلالة على ان القرآن تنزيل من حکیم حمید. میگه هر انسان میتونه که در قرآن دلایل را پیدا بکنه که او برش قناعت بده که این قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی است. فالعالم بالتاریخ، یک نفری که عالم باشه، تاریخ دان باشه، یا جغرافیا دان باشه، او الاحیاء ساینس، او طب یا عالم طب باشه، او الفلک یا عالم فلک باشه، زمین شناس و ستاره شناسی او غیر ذلك من العلوم، لو نظروا في القرآن، میگه اگر این علما در قرآن تحقیق بکنن لوجدوا فيه الآیات البینات، دلائل روشن پیدا میکنه که ترشدهم الى انه حق نزل بالحق و یدعو الى الحق. پس دلیل پیدا میکنه که قرآن حق است، به حق نازل شده و به طرف حق دعوت میکنه. خب دیگر دلیل پنجم به وجود الله سبحانه و تعالی فطرت سالم انسان است. وقتی یک انسان فطرت سالم انسانی داشته باشه، الله متعال با اساس رحمت خود در وجود انسان فطرت ایمانی را جاگزین کرده. از چه وقت؟ از وقتی که الله متعال ذریه انسان در عالم ارواح خلق کرد. قال الست بربکم، الله برای ارواح تمام مخلوقات انسان ها بچه الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ قالوا بلا. اینجا میگه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از بنی آدم از ظهور ذریهشان، و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. پس اینجا چی است؟ انسان ها که هستن اینا ایمان فطری دارن از الست بربکم. خب از همین خاطر وقتی انسان اصل کنی که حتی بعضی کسایی که کافر هستن، مشرک هستن، به وجود الله باور ندارن، لکن یک وقتی که امو فطرت سالمشان در حرکت میشه، مثلا یک تیاره امو پیلوتا برشان اعلان میکنه که تیاره در حالت سقوط است و دیگه تیاره ماشین انجیناش کار نمیکنه و کاملا خراب است و حال مفته و تکه میشه، همینجا کلگی رو ببینی که و طرف خالق متعال روی خدا میکنه. و حتی الله متعال میگه فاذا ركبوا في الفلك، وقتی مشرکان اصل کنی که در کشتی ها بالا میشن و اوجه ببینیشان که خطر کشتی رو میبینن و در بحر است و بحر متلاطم، میترسن که حال کشتی غرق میشه، دعوا الله مخلصین له الدین، الله را بسیار با اخلاص دعا میکنن. چرا؟ ایمان فطری. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، وقتی که باز به خشکی رسیدن باز اینا مشرک میشن. پس امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما من مولود الا یولد علی الفطره، هیچ طفل نیست مگر ای که با ایمان فطری خلق میشه. در خانه هندو، کمونیست، یهود، نصارا، مسلمان، در هر خانه هر کسی که یک طفل تولد میشه ای چی داره؟ ای دارای ایمان فطری هست. لکن چرا ای از ایمان فطری دور میشه؟ فابواه، و باز این مادر و پدرش است که
یهودانه ایره یهودی جور میکنن و ینصرانه ایره نصرانی جور میکنن و یمجسانه یا مجوسی و آتش پرست جور میکنن. خطر است. مادر پدر بسیار خطرناک است. مادر کافر، پدر کافر اولاد خود کافر بیدین میسازن، در حال که طفلش به اساس رحمت الله با ایمان چی پیدا شده؟ با ایمان فطری پیدا شده هست. دلیل ششم پیامبران و پیروای واقعی از اونها هست. شما وقتی که هر پیغمبر سوانیش بخواین به وجود الله و وحدانیت الله شهادت میدن. حتی در کتاب بایبل یک وقت من میخواندم در تورات و انجیل، وقتی که جمع کردن تورات اولد تستمنت و انجیل نیو تستمنت میگن، هر دوی از جمع کردن نام برش دادن به نام هولی بایبل. اینا بایبل میگن که از این دو کتاب جور شدن. با وجود از این که اینا مثلا میرن به مجسمه عیسی مسیح یا تسلیم میشه، لکن وقتی که بیاین این کتابم باز بکنیم، وقتی که بعضی جایش که تحریف نشده ببینید که از زبان عیسی علیه السلام اونجا نشته میکنه که عیسی علیه السلام برای پیروای خود میگه که ما بنده هستم، ما به خالق خود عبادت میکنم، ما به خالق ذات یگانه هست. یعنی به این شکل دیگه پیغمبرای واقعی که کلامشان تحریف نشده باشه، اونا خب کلشان که الله متعال برای ما و شما خبر میده، از آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا همهشان دعوتشان با حکمت خویش و جهادی که کردن در راه الله مردم به طرف توحید و به ایمان به وجود الله و وحدانیت الله میکشاندن. و همین قسم پیروان مسلمان ها، پیروان حقیقی پیغمبر، یکی کسایی است که دروغگوی هستن، خودشان مثلا دروغ میگن، خدا ظاهرا مسلمان میگن اما مسلمان نیستن. اما کسایی که مسلمان های واقعی هستن، اینا اموس ایمان از اینا، قوت ایمان از اینا، صداقت از اینا، اخلاص از اینا، جهاد از اینا، صبر از اینا، بردباری از اینا، کل ازی سبب میشه که بالاخره همین بسیاری از کافرای خطرناک یا چی شوند به وجود الله و به وحدانیت الله سبحانه